چطور بدون واسطه شغل مورد نظرتون رو توی ترکیه پیدا بکنید؟ میخوام در این ویدیو راجع به نحوه جستجوی کار در سایت‌های کاریابی در ترکیه صحبت بکنم. خب ما توی پست‌های قبلی راجع به سایت‌های کاریابی صحبت کرده بودیم و سایت‌ها رو خدمتتون معرفی کردیم. امروز می‌خوایم نحوه پر کردن رزومه شخصیتون در این سایت‌ها و ایجاد پروفایل شخصیتون در یکی از این سایت‌ها رو خدمتتون آموزش بدیم. وارد سایت کاریر میشم و میام که اینجا برای خودم پروفایل شخصی باز بکنم. اولین قدم عضویت در این سایت ها هستش. ما میایم روی گزینه üye ol یعنی عضو شو کلیک میکنیم. شما میتونید در قسمت بعدی هم با حساب کاربری فیسبوک خودتون توی این سایت ها عضو بشین و یا هم میتونید با ایمیل خودتون و دریافت کد تایید عضو این سایت ها بشید. حالا ما مشخصات و ایمیل رو وارد میکنیم تا وارد مرحله بعدی بشیم. خب وارد حساب شخصیمون شدیم، منتها حساب شخصی ما هیچ اطلاعاتی داخلش نیست. این بالا نوشته özgeçmişler یعنی که گذشته شما در واقع گذشته کاری شما یا همون رزومه شما. روش کلیک میکنیم. اینجا نوشته یعنی özgeçmiş oluştur یعنی اینکه یک رزومه جدید برای خود ایجاد کن. روش کلیک میکنیم. زبان مورد نظر ترکیه. یه اسمم براش انتخاب میکنم. من می‌نویسم معمار در زبان ترکی همون معمار هستش. خب حالا یه فایل جدیدی برای ما باز شد به اسم معمار. میبینید منتها تاریخش هنوز آپدیت نیست. من اینو میخوام بزنم که گونجله یعنی تاریخش رو آپدیت بکن و میخوام اطلاعات شخصیم رو هم اینجا وارد کنم. خب وارد در واقع رزومه شدم. الان میبینید همش داخلش خالیه، هیچ توش نیست. اینجا همه اطلاعات شخصیمون رو وارد خواهیم کرد. شما میتونید عکس خودتون رو اینجا بارگذاری بکنید که خیلی مهمه، کمک میکنه به کار شما. در واقع کارفرما ظاهر شما هم اینجا میبینه و باهاتون آشنا میشه. اگه فکر میکنید که کارتون رسمیه حتما از یک عکس رسمی استفاده بکنید. اگر فکر میکنید که یک در واقع عکسی مناسب شغل شما هست اون عکس رو انتخاب بکنید، چون تاثیر واقعا میگذاره توی پیدا کردن کار مورد نظر شما. اینا دیتیل هایی هستن که شاید خیلی توجه نکنن ولی واقعا موثره. خب حالا اینجا شماره تلفن و در واقع شهر رو انتخاب خواهیم کرد. بعد اینکه این کارها رو کردیم میایم قسمت های بعدی. من اینا رو پر میکنم. خب در قسمت بعدی نوشته özel bilgiler یعنی اینکه اطلاعات شخصی. میایم اینجا اول جنسیت رو انتخاب میکنیم. erkek یعنی مرد، kadın یعنی زن. ما erkek رو زدیم. اینجا نوشته که sürücü belgesi sınıfı این مربوط است به گواهینامه شما. ما مثلا B رو میزنیم یعنی اینکه ما گواهینامه درجه B رو داریم. uyruk یعنی اینکه شما کجایی هستید، از کدوم اصالتتون از کدوم کشور هستش. میزنیم ایران. اگر پیدا بکنیم ایران رو خب و همون قسمت مهم اینجا نوشته که نت maaş beklentisi انتظار شما از این که حقوقتون چند باشه و چقدر باشه چیه؟ زیر 2000 لیر، بین 2000 تا 4000 لیر، بین 4000 تا 6000 لیر و الی آخر. حالا ما میزنیم مثلا بین 2000 تا 4000 لیر. اینجا نوشته که اگر مرد هستید وضعیت سربازی شما چجوری هستش؟ ما چون خب خارجی هستیم ما میزنیم معاف. شاید ممکنه شما بنویسید yapıldı یعنی سربازی رفتید. خب اگر که شما معلولیت جسمی دارید این رو باید اینجا بزنید تیکش رو. اگر که ندارید از اینجا رد میشیم و میزنیم کایدت یعنی سیو کن. خب وارد مرحله بعدی میشیم. özet bilgi. özet یعنی کوتاه و مختصر.
Kariyer hedefini ve kişisel donanımını kısaca anlatabilirsin. میگه که هدف شخصیت رو و در واقع چشم‌اندازت رو از آینده کاریت به صورت مختصر اینجا بنویس. حالا شما میتونید اینجا فیلد اجباری هم نیست، اون چیزی که پیش بینی میکنید مثلا بنویسید. فرضاً شما بنویسید که من دوست دارم بعد 5 سال مثلا امریکا باشم، یا بعد 4 سال من میخوام انقدر پول به دست بیارم، یا میخوام توی کارم خیلی موفق بشم، مدیر یه شرکت بشم، یا مثلا میخوام رکورد گینس رو بزنم. به هر حال دیگه اون هدف کاریتون رو میتونید اینجا بنویسید. قسمت مهمی که اینجا هست ایش deneyimleri، یعنی تجارب کاری خودتون رو باید اینجا بنویسید. یکی از قسمت‌های خیلی مهم CVه که حتما کارفرما بهش توجه میکنن. ما اینجا مینویسیم، میزنیم در واقع هرچند تا که شما بخواید میتونید اینجا اینجوری اضافه کنید به این. حالا ما یکیش رو میزنیم. فیرما یعنی اسم شرکت، یعنی اسم شرکتایی رو که قبلا توش کار کردید رو اینجا بنویسید. مثلا مینویسیم یرینو. پوزیشن کاری شما قبلا چی بوده؟ ما مثلا میزنیم گنر مدیر آسیستان، گنر کوردیناتور، گنر مدیر یعنی مدیر عامل، مدیر کل، یا مثلا در واقع مشاور یا همون دستیار مدیر، مثلا زدیم دستیار مدیر. باشلانگوچ تاریخ رو که شروع کردید شما اینجا میزنید. فرضاً میزنیم 2018 شوبات. تاریخ که شما تا اون تاریخی که اونجا کار کردید رو میزنید، مثلا 2020 اجاک زدیم. اگر هنوز دارید تو اونجا کار میکنید این تیک رو میزنید. حالا çalışıyorum. و ارزم به حضور شما فیرما سکتوری، این شرکت چه کاری انجام میداد؟ خدماتی بوده شرکت، میزنیم هیزمت. حالا به صورت ایشالانه یعنی موقعیت های کاری یا زمینه کاری، در واقع زمینه کاری رو فرض کنیم میزنیم پازارلama یعنی بازاریابی. ببینید من اینا رو فرضاً دارم میزنم و شما باید دقیق با توجه به تجربیات خودتون پر بکنید. اگر شما قبلا کارتون رو از karrier.net پیدا کردید اینو باید بزنید. مثلا میزنید evet اینجا پیدا کردم، نه hayır نه اینجا من کار قبلیمو اینجا پیدا نکردم. çalışma şekli قبلا چجوری کار میکردید؟ yarı zamanlı یعنی part time، dönemsel، استاژیر، تام zamanlı، gönüllü یعنی شما به صورت پارت تایم کار میکردید، تمام وقت کار میکردید، یا مثلا به صورت داوطلبانه کار میکردید. ما میزنیم تام zamanlı یعنی تمام وقت. کشور که ترکیه هست، شهر رو میزنیم استانبول، اروپا، قسمت اروپایی. خب ایش تانومه، شما میتونید اینجا راجع به کاری که قبلا داشتید و فکر میکنید چیزهایی که مهمه چند خط بنویسید. ببینید دقت کنید عزیزان، شما اگه بیاید اینجا مقاله بنویسید، اون شخصی که نشسته پشت سیستم میخواد شما رو استخدام بکنه بین انبوه در واقع CV هایی که براش اومده، رزومه هایی که براش اومده حوصله نداره یا وقت کافی نداره که بیاد همه چی رو بشینه اینجا بخونه. پس سعی کنید نکات مهم رو در حد چند خط به صورت تیتروار بنویسید. اینجا می نویسید، بعد میایم به قسمت اینو کایدت رو میزنیم. خب چون یه رینو اینجا نبوده ما این رو اینجا باید اضافه کنیم. اضافه کردیم. خب کایدت رو میزنیم. الان ببینید ما با توجه به تاریخی که اینجا زدیم نوشته 2 سال من اینجا تجربه کاری داشتم. اون گزینه‌ای رو که پر کردیم رو قشنگ اینجا آورده. بعد میایم توی ایتیم bilgileri، میزان تحصیلات شما، یعنی اطلاعات تحصیلی شما، اینو شما میزنید. منتظر هستیم که باز بشه. بله ایتیم durumu، لیسانس هستید، فوق لیسانس هستید، مثلا فوق لیسانس رو زدیم. باشلانگوچ داری کی چه سالی ما فوق لیسانس رو گرفتیم؟ مثلا فرضاً میایم میگیم که سال 2012 ما فوق لیسانس گرفتیم. کدوم ماه؟ ماه مارچ. 2 سال بعدش هم تموم کردیم فوق لیسانس رو، مثلا 2012 شروع کردیم 2014 تموم کردیم. اگر در حال تحصیل هستید دوام دیوروم رو میزنید. اگر ترک تحصیل کردید ترک رو میزنید اینجا. خب اسم دانشگاهتون رو اینجا میزنید.
اگر مثلا شما دانشگاهتون دانشگاه ایرانیه باید بنویسید دیگه، مثلا می‌نویسید آزاد یونیورسیتی، اسلامیک آزاد یونیورسیتی، ülke ایران. ببینید عزیزان گاهن ایران رو نمیاره، شما باید بیاید از اینجا سرچ بکنید، بیاید پایین و اینجا انتخاب کنید. خیلی پیش اومده که گفتن ایران نیست، هستش ولی توی لیسته. شهر رو مثلا میزنید تهران، فاکولته، دانشکده‌ای که اونجا درس خوندید رو میزنید، مثلا میزنیم دانشکده معماری، bölüm mimarlık. خب زبان مورد نظر رو انتخاب میکنیم. شما زبان تحصیلتون چی بوده؟ فارسی بوده، میاره فارسچا. بورس خوندید یا نخوندید؟ حالا اینا زیاد مهم نیست. باز اگر مورد خاصی هست که فکر میکنید باید بهش اشاره بشه، میتونید توی این قسمت توضیحات بنویسید. و اما yetenekler چی هست؟ یعنی استعداد شخصیتون. یعنی اگر شما زبان اضافه بلدید، اگر فن و تخصص خاصی دارید که توی سی ویتون پر نشده، میتونید اینجا بنویسید. مثلا من میگم که من فرضاً نقاشی بلدم، رسم چیزمک. خب قسمتی که ببینید بچه خیلی مهمه، خیلی مهمه که میخوام بهش اشاره کنم اینه که توی گزینه اشتنیملری وقتی شما میخواید به یه شرکتی رزومتون رو بفرستید میتونید ادیتش بکنید. بیاید اینجا ادیتش بکنید. فرضاً شما میتونید در این حال که خیلی با استعداد هستید و خیلی تجربه کاری خوبی دارید ولی راضی هستید توی ترکیه که توی شغل متوسط مثلا فروشندگی هم کار بکنید به صورت مقطعی. شما اگه بیاید اینجا بنویسید که من پزشکم، یا مثلا بیاید بنویسید من دکترای فلان رشته رو دارم ولی به عنوان یه فروشنده میخوام توی شرکت شما کار بکنم، فرد اگه بیاد رزومه کاری شما رو ببینه که خیلی هم پره و شغل مورد نظر اگر در واقع از سطح سواد و تجربه شما پایین تر باشه، اون کارفرمای شما رو قبول نمیکنه. بر همین با توجه به نوع شرکت و نوع در واقع فعالیتی که اون کارفرما میخواد، شما میتونید رزومه خودتون رو ادیت کنید. ممکنه که یه نفر خیلی تاکید داشته باشه توی اعلامیه کاریش به دونستن زبان فارسی، شما باید هر چیزی رو که راجع به زبان فارسی هست بالو پر بهش بدید توی رزومتون. این رزومه رو برای اون کارفرما بفرستید. توی یه رزومه دیگه یه فردی نوشته که من فروشنده میخوام که آشنا به زبان فارسی هم باشه. اونجا باید در این حال که یه کوچولو اشاره میکنید زبان فارسی رو بلدید، باید حتما اشاره بکنید به تجارب فروشندگی خودتون. پس در واقع هر رزومه‌ای رو باید با توجه به اعلامیه کاری که هست و شرکتی که هست ادیت کرد و براش فرستاد. این خیلی نکته مهم و ریزیه که مطمئن باشید اگر رعایتش بکنید خیلی زود میتونید از طرف شرکت هایی که اعلامیه کاری گذاشتن توی اینترنت شما کار مورد نظرتون رو پیدا بکنید. خب میایم توی قسمت پروفیل. توی پروفیل چی رو داریم؟ باشوروlar. توی باشوروlar شما مراجعات قبلیتون رو که انجام دادید به شرکت ها رزومتون رو فرستادید میتونید اینجا ببینید و اگر دنبال کاری هستید الان میاید اشاره رو میزنید، یعنی کار جستجو کن. خب با توجه به اینکه کار ما معماری بود، ببینید بر ما معمار آورده، من میام میزنم معمار، توی قسمت آرا مینویسم معمار. اینجا فیلترهایی هم هستش که شما میتونید ایجاد کنید. یعنی که من معماری میخوام که توی کار معماری میخوام توی فقط شهر استانبول، توی شهر استانبول قسمت اروپایی فلان محله. ما این سرچ رو انجام میدیم و ببینید شرکت هایی رو که کار دنبال معمار هستند اینجا آورده برامون، تاریخش رو نوشته،
محلش رو نوشته. شما میتونید دونه دونه برید مراجعه کنید به اینها و کار مورد نظرتون رو جستجو کنید. برای هر یک این شرکت شما میتونید جداگونه رزومه شخصیتون رو ارسال بکنید. روی این اعلامیه کاری کلیک میکنم. خب شرکت یاتاش دنبال معمار هستش، مشخصات شرکت، اون چیزی که شرکت میخواد و اعلامیه‌های مشابهش رو اینجا برای من آورده. من روی گزینه باشوور کلیک خواهم کرد. بعد از اینکه گزینه باشوور رو زدم، شرکت یه سری اطلاعات مهم رو که برای این اعلامیه کاری خودش در نظر داشته اینجا برای من نوشته. اینجا سوالهای خودتون، سوالهای شرکت رو جواب میدید. مثلا نوشتن که سیاحت انگلیس وارمه، یعنی اینکه آیا شما مشکل مسافرت دارید یا نه. این مهم هست برای شرکت. بعد اینکه اینا رو جواب دادید، گزینه نهایی رو میزنید و این رزومه کاری برای این شرکت ارسال میشه. خب سایت career.net رو ما نکات مهمش رو براتون توضیح دادیم. بقیه سایت ها هم به همین شکل مشابه هم دیگه هستن. شما میتونید رزومه های شخصیتون رو همینجوری که گفتم با توجه به اعلامیه کاری ادیت کنید و براتون بفرستید و دنبال اعلامیه های کاری باشید. حتی میتونید در سایت اعلام کنید که وقتی کارهای مشابهی اعلام میشن برای شما ایمیل بفرستن. امیدوارم که از این ویدیو راضی بوده باشید. اگر فکر میکنید این ویدیو در مهاجرت به ترکیه به شما و یا دوستان شما کمک میکنه، زیر همین پست نظرات خودتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید.